به عجب برشی هم داره. کار و دریا. سلام و ارادت، من حماد غلامزاده هستم. اینجا کانال سولن نایفه. ما تو این کانال بهترین ابزارهای برنده غیر برقی رو بهتون نشون میدیم. امروز هم با 2 کار فاخر از استاد فرجیان در خدمتتون هستم. اگر میخواین این 2 کار رو ببینید لطفا کانال رو ساب کنید، کامنت بذارید و به دوستاتون هم بفرستید. معرفی این 2 کار رو امروز داریم. از دست ندید، یکیش اینه و یکیش هم قمشه. 2 کار فاخر موزه‌ای از استاد بزرگ زنجانی. خب بریم مشخصات فنیش رو بهتون توضیح بدم. اول بذار بگم فرق قمه با قداره چیه. خیلی اصلا نمیدونن تفاوتشون چیه. دوستان این قداره است، یک لبش فقط برش داره و لب بالایی هیچ برشی نداره، ولی این از هر 2 طرف برش داره، یعنی همین قسمتش برش داره هم قسمت پایینش. به اینا میگن قمه. پس فرق قمه با قداره اینه. بریم سراغ توضیحات این شاهکار موزه‌ای. کاری که دارید مشاهده میکنید کار استاد فرجیانه و طلاکوب‌هاش رو یک هنرمند اصفهانی که متاسفانه اطلاعات بیشتری ازشون ندارم زحمت کشیدن. تیغه این کار از فولاد دمشقی یا داماسه که از چندین لایه مختلف فولاد تشکیل شده و روند ساخت خیلی طولانی و سختی داره که اگر حالا قسمت بشه کانال دنبال کنید حتما یه سر به کارگاه دمشقی میزنم و یه ولایی هم از اون براتون میگیرم. بریم سراغ دسته این کار. همونطور که میبینید از جنس استخوانه. حالا استخوان شتر یا چیز دیگر دقیقا نمیدونم. این قسمت هایی که میبینید اصطلاحاً بهش گلمیخ میگن. گلمیخای این کار از جنس نقره با عیار 999 و کاملا دستسازه. راستی این تلاهاش هم همشون 24 عیار سوئیسیه. اینم یادم رفتتون بگم. پس این شد قمه. هر 2 طرف برش داره. هم قسمت پشتیش طلاه، همونطور که میبینید یک غزال کار شده. این قسمتش هم همینطور. دوستان این قمه به صورت جفتش رو اگر کنارش بذارید میبینید سر غزال به این طرفه، جفتش رو کنارش بذارید سر غزال به سمت این یکی غزال، یعنی کاملا با هم دیگه جفتن. این کار یک غلاف چوبی با روکش چرم هم داره که برای محافظت هست این قمه استفاده میشه. کاملا هم فیت خودشه، یعنی به چنگان بعد از غلاف شدن نمیافته. و اما قدارم عین قمه، متریالاش تقریبا یکی، یعنی باز فولاد دمشقی استفاده شده، باز طلای 24 عیار سوئیسی استفاده شده، با این تفاوت که قسمت دستش دیگه ملیله نیست و از فولاد استفاده شده، ولی همینم خیلی سخته و هنر استاد کار رو نشون میده. جنس دست استخوان و فوق العاده شیار هم داره دوستان. ببینید 1 شیار، 2 شیار، 3 شیار، 4 شیار، 5 شیار، 6 شیار این قسمتشه و 5 شما قسمت پشتی این جذاب دوست داشتنی شیار دارن. این شیار هم واسه خودش فلسفه داره که چرا اصلا شیار هست روی چاقوها، روی قمه، روی شمشیرهای قدیمی. چند تا دلیل داره. بخوام به صورت خلاصه بهتون بگم، یکیش اینکه وزن سلاح رو می آورده پایین، 2 موقع حالا جنگ یا هر چیزی که بوده باعث می شده که هوا هم وارد بدن کسی که دارن باش می جنگن بشه که اون باعث مرگ زودترش می شده. این جذاب هم باز یک غلاف چوبی با روکش چرم داره که کاملا فیکس خودشه. به این صورت غلاف میشه. کار استاد فرجیان عزیز. امیدوارم از دیدن این 2 کار جذاب و دوست داشتنی لذت برده باشید. حتما کانال رو دنبال کنید، به دوستاتون بفرستید، ساب کنید، اگه کامنت بذارید ممنونتون میشم. ما با حمایت شما فقط میتونیم ادامه بدیم، در غیر این صورت هیچی نیست.